بینندگان عزیز سلام عرض میکنیم و نمایش‌های تلویزیون بارستان ادامه دارند. این زمان ما باز در موضوع آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است صحبت می‌آوریم و مهمان امروزه محفل ما نویسنده مدیر بخش ادبیات کودکان و نوجوانان اتفاق نزدیکان تاجیکستان عزیز هستند. البته با عزیز شما خوب شناسید، زیرا در تمام نمایش‌های بهتر از اوست که با تحلیل و بررسی یا اثر بدیعی برگزار می‌گردد مشاور بی‌واسطه هستند و همزمان در محفل ادیبان نورس نیز پیوسته با نورسان ایجادکار همکاری می‌کنند. امروز صحبت ما دایر به آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی است و چون شما سال گذشته در آزمون اولین جمهوری فروغ صبحی دانایی عضو حکمان در امنیت خواندن و زود کردن افسانه‌ها و روایت‌های خلقی بودید، یعنی در امنیت که محض برای کودکان نوجوانان است شرکت ورزید و البته گمان میکنم که چون سال اول بود البته آزمون خیلی موفقیت ها رو نشان داد، چون البته نشان داد آزمون که امسال البته تمام قشر جامعه رو به کتاب آوردن، خصوصا کودکان نوجوانان و خوانندگانی که در مسائل تعلیمی تعلیم میگیرند. لیکن تجربه نشان داد که به هر حال آزمون شاید در بعضی جهت تکمیل میخواهد. همین خیلی نیست؟ همین خیلی است. همین اصلا آزمونی که سال گذشته برگزار شد با همه حشامات و وسعت خودش قریب خطای نداشت. یگان عیب جدی گرفته نمیشود، برای اینکه یک کاری خیلی بزرگ بود، کاری نو بود. البته بعضی خطاها در جریان آزمون روی داده، لیکن در مجموع بسیار کاری عجیب و خیر و بزرگ انجام یافت. البته بعد از کمیسیون دیدند و بعضی تحریرها درآوردن، بعضی تغییرات ها درآوردن، تکمیل یافت و بهتر شد. ببینید که تکمیل داده میشه از سالهای دیگه. بله، و ببینید که در آزمونی که سال گذشته برگزار گردید اکثر اشتراکچیانی که در دور نهایی خوب تا دور نهایی رسیدن تا قسمت چهارم قریب همه خوانندگانی مسائل تعلیمی بودند. یعنی این آزمون این سال گذشته نشان داد که شفقمندان از حساب خوانندگان مسائل تعلیمی یعنی نوجوان در آزمون خیلی زیاد است. به فکر شما برای چی؟ من البته جواب خودم رو دارم و میخوام که فکر شما رو هم فهمم. خب اولا برای اینکه خوانندگان مسائل تعلیم به با کتاب همیشه رو میارن، چی در درس ها چی بیرون از درس، و یعنی با کتاب بیشتر نزدیکی دارند و گویم که دیگر قشرهای جامعه خب اونایی که مثلا ما البته اسپیرانت و دکترانت و دانشجویان رو به نزد حساب نگیریم، اگر دیگر قشرهای جامعه تا همین ایام من فکر می‌کنم اندکی از کتاب دور هم بودند. همین خیلی هست. اصلا در تمام عالم بچه‌ها تا 10-12 سالگی کتابخوان هستند در همه کشورها. یعنی از روی تحلیل هایی که نشان داد حتی یک کودکی بوشمن مثلا در یگان جنگلستان افریقا یا ماداگاسکار اگر به دستش کتاب دهید همه رسم صورت و حرفی همه کتاب برای و عجیب است. در دنیا کودک نیست که کتاب بزار باشه. 100% هر یک کودک اگر یگان آسیبی جسمانی یا یگان بیماری روحی نداشته باشد، در اصل و از کتاب در قطار بازیچه ها. و ببینید که اگر که کودک خردسال باشد، خب اگر در نزد اون کودک چند بازیچه اشیا و از جمله کتابی صورتدار مونه، کتابی که صورت‌های رنگه دارد، خواهیم نخواهیم اون کودک به همون کتاب مایل میکند، اول کتاب رو میکند. بله. این یعنی که بچه‌ها کتابخوان هستند و با کتاب سر و کار دارند و طبیعتاً به قول مادرزاد به کتاب شوق دارند. این یک. دوم فروغ صبحی دانایی به اثبات رساند که ما چندان کتابخوان نیستیم در مجموع. البته در همه قشرهای جامعه در مردم 30 ساله 40 ساله 50 60 بعضی مستفیدان 70 80 ساله هستند که کتاب میخوانند، لیکن در مجموع و من مشاهده کردم که نسل کلانسال ما از اشتراک کردن شرم داشت، استحاله کرد. همین ما عادت نکردیم که همیشه وابسته به کتاب صحبت کنیم. ما عادت نکردیم که از کتاب ما رو پرسن،
از ما دشت، صحرا، باغ، حاصل کارتوشکا، حاصل گیلوس و پخته را میپرسند، از ما سلامتی ما رو میپرسند، لیکن از ما نمیپرسند که تو اثری ارتور کنان دول رو خوندی. چه خیلی عجیب. ما وابسته به کینا که از تلویزیون میبینیم صحبتی بسیار عجیب میکنیم، لیکن وابسته به هیچ کتاب نمیکنیم. اصلا همین چیز در زمان شوروی هم چندان نبود. ما بسیار واهمه میکنیم. همین میگن که در زمان شوروی برای کودکان کتاب زیاد چاپ میشه، چنین نیست. همین در زمان شوروی هم برای کودکان امروز چقدر کتاب چاپ میشود، اون وقت اینقدر کتاب نشر نمیشد. آخرین جمهوری که برای کودکانش مجله تأسیس داد تاجیکستان بود، سال 1986 چشمه. حالا که بسیار جمهوری ها سالهای 40 و 50 صاحب کودکانی همون جمهوری صاحب مجله شده بودن. پس ما فقط امروز گفته میتونیم که با کودک جدی رو آوردیم. یعنی این یک مشاهده جناب بیالی بود و تشبث همون کس بود که به واسطه با همین راه تمام قشرهای جامعه با کتابخانه رو آوردن. همین است. همین که خودی سروری مملکت پیشوی ملت مشاهده کردم، دیدم. برای اینکه با وخوری ها میروم و میبینن، سوال میدهند، سخن میگویند، بعضی چیها رو میپرسند. همین که پیشوی ملت آدمی بسیار مشاهده کار. بعضا هم تو میبینی یک سوال میدهند، حتی چند مرتبه اقرار هم شدن که من ادیبان رو دوست میدارم. و همین نتیجه مشاهده ها البته گفتند که برادران کاری کردن در کار که مردم باز با کتاب رو آورد و همه خرسند شد. این فقط آزمون نبود، این عید بود. همین ماه دکبر سال گذشته همه با تلویزیون دیگر تماشای فیلم فیلم تصویری و کینوی کنسرت دیگر همه بس شد و همه و شب روز مشاهده میکرد. بینید که من خوب بعضی گفتم، من بعضی خوب موادها رو من ندیدم که در یگان دولت برای نفر کتابخوان پول داده باشن. اصلا کتاب نویسه صاحب جایزه میشد، کتاب فروش هم یا ناشران هم بسیار جایزه میگرفتن. و بار اول من میگم که در تاجیکستان با کتابخوان گفتن که این کتاب را خوان و این پول رو بگیر. بعد از ما دیگران عبرت گرفتن. در یک چند جا قید کردم که نشده است که برای کتابخوان جایزه داده باشه. میگذاریم به واسطه با همون قسمت آزمونه که شما سال گذشته در اون عضو حکمان بوده، در قطار دیگر خوب ادبیاتشناسان و دیگر ادیبان، اون که از نگاه شما همین قسمتی که به واسطه بخشش شد با خواندن و زیاد کردن افسانه و روایت‌های خلقی و دیگر نمونه‌های فولکلور چگونه گذشت نگاه شما؟ چی رو با مشاهده گرفته در همین؟ مشاهده های ما خیلی زیاد است. همون شب روز علیکه ما بعضیش رو با یکدیگر میگفتیم. بعد در شکل صحبت های در صدای سیما هم عقیده ما رو اظهار کردیم. من مشاهده کردم که بچه ها بسیار در هیجانند، برای اون که در همین سطح هرگز برآمد نکردند. آنها میدونستند که آنها از طریق تلویزیون در نزد تماشابینان حسابات میدهند. دوم مشاهده من همین است که پدر و مادر خاندان عائله تاجیک بناخواست دچار شد، درست‌ترش یک قد پرید. گفت که اگر فرزند من کتابخوان باشد این خوشبختی است. و حتی من سخن شما رو میبرم، من با مشاهده هم کردم و شاهد هم شدم که وقتی که پدر و مادر با همراه کودک خود، فرزند خود یک جای همون مثلا تماشا میکردن روند آزمون رو، حتی از اون فرزند خود میپرسیدن که تو همین رو خوندی یا نه. ببینید، و حتی مجبور شدن که مثلا من باور دارم که بسیار اولها مجبور شدن که با فرزندان خود کتاب خرن، آنها رو با کتاب تامین کنند. و این سال باز زیادتر شد. حاضر به اتفاق نویسنده ها قریب هر هفته بعضا 2-3 نفر هر روز، بعضا 1 نفر 2 نفر، بعضا زنگ میزنن هر روز که همین
آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است امسال کی چه خیل به کدام ترتیب برگزار می‌گردد. از شدت هیجان حتی همین نظامنامه را خوانده بعضی‌ها صرفم نرفتند و باور نکردند. یک نفر پرسید که امسال از بچه‌ها از خردسالان مساوی تحصیلات میانی عمومی 24 نفر غالب میآید. ما گفتیم ها چه خیلی، سال گذشته 3 نفر بود. خیلی گفتیم با بهتر شد. خوب نیست؟ خوب است. از همین سبب ما میخوایم که با تماشابینان عزیز، با پدر و مادران محترم، برای آموزگاران یک صحبتی هم مختصر دایر کنیم که آنها فهمند بعضی جزئیات برگزاری همین آزمون، بعضی شرط ها، بعضی طلبات تا خطا کمتر شد. و چیز دیگری که من میخواستم از شما پرسم، چون البته هم مشاهده کردند آنهایی که مثلا خوب در تالار بودن، آنهایی که بیرون از تالار توسط شبکه‌های تلویزیونی تماشا کردند، عموما نفرانی که در همین نامیناسیایی که شما عضو حکمان بودید اشتراک کردن در کدام سطح بودند؟ خود اشتراکچیان اصلا گریم همین بچه ها یعنی کتابخانه بهترین تاجیکستان حساب می شود. آنها را یک کچین کرده بهترین ها را فرستانده اند. اگر ما واقعا کار را جدی می گرفتیم یکان کس غالب نمی آمد. برای چی؟ برای آن که هنوز بچه های ما خواننده های مکتب هنوز از ادبیات خود چندان آگاهی ندارند. اکنون این سال همون خطایشان رو خود بچه ها هم اصلاح میکنند. برای من همون پدر و مادرانی که همون شب روز در پشت در میستادن یا در تالار نشسته به قول امتحان سپردن فرزنداشون رو مشاهده میکردم، من میگم که بهترین پدر و مادران تاجیکستان هستند. آنها در غمی باثبات کردن کتابخوان شدن فرزندشان هستند. من بسیار چهره ها رو در نظر دارم. من بعضی مادران رو دیدم که چه اشک میریختن، هم اشک شادی هم اشک افسوس که ما دیر آگاه شدیم و فرزند ما خوب تیاری ندید. ما گفتیم که سال دیگر هم این میشود، این اکنون خاطر جمع باشه. اگر ما بهای بلندترین میدادیم همه یک نفر میتونست بهای 4 بگیرد. با وجود این حتی ما امید نداشتیم. بعضی بچه ها فوق العاده آمادگی خوب دیدن. سببی خوب برآمد کرده نتوانستن بسیار خواننده های ما در همه آزمون همین است که آنها ماهیت همین آزمون رو درست درک نکرده بودند. آنها نمیدانستند که کدام کتاب ها را خوانند، چی را خوانند، از کدام ادیب پیش از همه باید از ایجادات کدام ادیب باید آگاه باشند. از همین سبب حتی بسیار بچه‌ها نمیدانستند که از ادبیات جهانی چرا خوانند. مثلا بلزک را خوانده نمیفهمند بچه‌ها. بله. از همین سبب بهایی که من میگذارم هم قریب 4 است. و یک چیز دیگر است، ما البته یگان کسی رو ما گناهکار کردن نیستیم، ولی مشاهده می شود که در قسمت های اولی آزمون یعنی تا قسمت سیوم از طرف مقامات های محلی اون نفرانی که با آزمون وابسته بودن شاید اندک سهلنگاری هم شد جهتی گذشتنی؟ اندک نه، خیلی سهلنگاری شد دیگه. حتی با دور 4 بعضی بچه ها آمده بودن. من بسیار با یک نفر خیلی سخت گفتم که شاید شما از قد کوچه یکم نفر رو گرفتید و همین بچه رو از قد کوچه گرفتید، گفتید که رفتیم دوشنبه با آزمون. برای اون که با بعضی سوالهای عادی‌ترین هم جواب گفته نتوانست. از 29 نفر 2 نفر اشتراک نکردند با سبب عذرناک. 27 نفر اشتراک کردند، 20 نفر بچه‌های خوب بودند. و یک چیز دیگری که به مشاهده رسید در سال گذشته یعنی بعضی آمیختگی ها بود، هم در نامیناسیون و هم در اشتراکی نفرانی که میخواستند که خوب خود رو سنجند. همین خیلی بود. یک نفر خواننده صنف 9 10 یا 11 از ادبیات جهانی تلاش کرد که از نامیناسی ادبیات جهانی تلاش کردن، داوطلب شد. در همین نامیناسیون از کلان سالان هم بودن، دانشجویان هم اشتراک کردن، بعضی آدمان کلان سال هم اشتراک کردن. چی شد؟ در نتیجه حکمان به قول
در چهارراه موندن. آخر درک و جهانبینی و احساس و فهمیش خواننده مکتب از آدمی 30-40-50 ساله فرق میکند. اون چی که اون آدم میبیند این آدم دیده نمیتواند. وقتی یگان مثلا اثر گوبسی که برزگ رو وای تحلیل میکند به خواننده مکتب تحلیل میکند، فرق از زمین تا آسمان. البته بها به او داده میشود، بهای بلندتر. همین آمیختگی ها بود. یعنی این پیش از همه طوری که گفتید یک نافهمی خود اشتراکچیان بود پیش از همه، حالا که در اون نظام نامه علاقه مشخص نشان داشته بود که کی باید که یعنی داوطلب باید داند که در کدام نامینیت اشتراک کنه و چی را خواند بود. نفهمیدند. ولی گمان میکنیم که این مثال البته این چیزا اسلام شد، چون اینجا علاقه در 5 نامیناسیا برگزار می شود، یعنی خواندن، یعنی مختصر گویم ادبیات کلاسیکی، ادبیات معاصر تاجیک، ادبیات جهانی، ادبیات بچگانه و نامیناسیون شاعری. همین سال گذشته شاه جایزه رو بعضی نامیناسیون علاوه گمان کردن. بله. این خطاب خیلی نیست که یک نفر اومده گوید که من برای شاه جایزه تلاش میکنم. شاه جایزه رو از حساب غالبان معین میکنم. در دور چهارم از این سبب یک 5-6 نفر بسیار ناامید شده رفته. و چون علاقه آزمون امسال آغاز گردید ماه اپریل است، یادآور میشیم برای بینندگان که آزمون در 4 دور صورت میگیرد. یعنی دوره اولی آزمون علاقه ماه اپریل شروع شد و آن در میان مؤسسات تعلیمی، تشکیلات مؤسسه های دهات و شهرک برگزار میگردد. البته غالبان این دور میتوانند که در ماه ایون در مرکز ناحیه و شهرها به استثنای شهر دوشنبه مهارت خود را سنجند، دانش خود را و اثرهای خوانده خود را به قبل امتحان سپارند و غالبان این دور دوم باشد علاقه در نیمه دوم ماه سپتامبر در مرکز ولایت مختار کوهستانی و بدخشان، ولایت‌های سغد و ختران، ناحیه‌های تابع جمهوری و در شهر دوشنبه علاقه برگزار می‌گردد که علاقه غالبان این دور سوم امکان دارند که در ماه نوامبر در دور چهارمی و در دور جمهوریوی شرکت ورزند و البته محض در همین دور جمهوریوی غالبانی همه نامیناسیون، هر 5 نامیناسیون معین میگردند. و ما باز برمیگردیم با شما دایر به نامیناسیون ادبیاتی بچگانه. اگر همین خیلی گوییم امسال علاقه بعض امتیازهای خیلی زیادتر شد، همین خیلی نیست. یعنی برای یک جای اول 25,000 سومانی، برای 3 جای دوم 20,000 سومانی و برای 2 جای سوم 15,000 سومانی علاقه مقرر شده است. فقط مبلغ نه، خودی جایها هم زیاد. جایها هم زیاد. بله. پیش یک جای اولو پیش از یک جای اول بود، یک جای دوم، یک جای سوم. بله. حضور علاقه 6 جا میکردن. بله بله. یک نامیناسیون پیش 3 جا جدا شده بود. سال گذشته در مجموع 25 یا 26 نفر غالب آمد. این سال قریب 100 نفر غالب. بله. و ببینید که در اون سال گذشته هم همه اشتراکچیان با افتخارنامه‌های هم وزارت معارف و علم و هم با افتخارنامه کتابخانه ملی تاجیکستان سرفراز شدند و غیر از این باز چندین نفرهایی که صاحب امتیاز بودند، امتیازهای مخصوص داشتند، از جمله بعضی معیوبان، بعضی نفقه‌خواران و بعضی نفرانی که خوب از عائله‌های کم‌بجد یا که از یتیم بودند، اگر هم خیلی گوییم، یا بسیار راه دور بودند. بله. که در آنجا پیدا کردن کتاب اندک دشوار است و به آنها هم امتیازهای مخصوص داده شد. اکنون صحبت ما بیاید صورت گیرد درباره آنکه در همین نامیناسیون بچه‌ها چی را خوانند. هرچند که در مجموع گفته شده است، لیکن نه همه خوانندگان یا کودکان آرزو می‌دانند که کدام اثرها را باید خواند از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه. یکی از مشاهده‌هایی که سال گذشته کردیم همین است که دایره مطالعه بچه ها محدود است. مثلا در آنجا شاعر رحمان نظری نشسته بودند، گشتی و برگشتی میپرسیدند که بغیر از همین 4-5 شاعری بچه هایی که شما شعرش را، کتابش را خوندید یا نثرش را دیگر ادیب نداریم. مثلا فقط یک نفر یا 2 نفر از غفار مرزا یاد کردن، 1 نفر یا 2 نفر از پولاد طالس یاد کردن. همه چی
بعد از پرسشی پای در پای چند نفر از قصه های امینجان شکوهی یاد کردن. آب از کجا میآید، قصه های اسد و ثمر و بسیار ادیبان ما فراموش شدن. مثلا وقتی از ادبیات بچه ها ما میپرسیم یگان نفر نگفت که همین چی مکتب کهنه یا آدینه احمد دیوبند حتی جلادان بخار و بخصوص مرگ سودخور ادبیات بچگانه هم هست. یک از این سبب باید بچه های ما دانند که از ادیبان معاصر که را باید خوانند، یا از ادبیات کلاسیکی یا از ادبیات جهان. مثلا در نظامنامه رویخط ادیبان که ادیبان جهانی آورده شده است در نظامنامه، لیکن قسم زیادی این ادیبان برای بچه ما شناس نیستند. اثرهای بعضیشون رو عموما خوانده نمیفهمند. مثلا اثرهای بلزک برای بچه های مکتب نیست، برای بچه های مکتب ما نیست. از این سبب اتفاق نویسنده ها تصمیم گرفت که در همکاری با البته تلویزیون بهارستان یک رویخط مخصوصی ادیبان و ادبیاتی و اثرهای آنها را ترتیب دهد و همین رویخط رو یا اندک یا در شکل مکمل در یگان نشریه چاپ کند. مثلا در آموزگار یا در پیرو یا در پیش آهنگاز یا در انباز چاپ کند تا بچه های ما دانند که همین ادیبان برای آنها اثر ایجاد کردند. فرض کردیم در لیو تولستوی اصلا ادیبی کلانسالان حساب می‌یابد. جنگ و صلح یا اندکرین رو بچه ها خوانده بسیار با دشواری میفهمند، لیکن تولستوی ده ها حکایه افسانه برای بچه ها نوشته است. یا الکسی تولستوی یا مثلا اگنیا بارتو هست اونجا، اسیو هست، آرتور کونان دویل هست. یعنی بچه های ما الان میل ما همین یک رویخط تردیم 113 ادیب شد. اصلا تا به 200 ادیب هم رسیدنش ممکن بود و ما مختصر گرفتیم. همین ادیب از کجا است، از کدام کشور است، سال تولد و سال وفاتش یا و نام یک دو اثرش که برای بچه ها هست. همین رو ما ترتیب دادیم و نیت داریم که چاپ کنیم. بچه ها همین به همین رویخط نگاه کنند و همین خوانند. و ببینید در ادامه که سخنهای شما ما هنگام تهیه همین نمایش بهتر از دوست، یعنی در یک جایی کوشش می‌کردیم که اثرهایی رو انتخاب کنیم که نه فقط از ادبیات تاجیک باشن بلکه از نویسندگان مشهور جهانی هم باشن. ببینید از جمله اونجا از اگوتاکا و تور تورتنک رو تحلیل کردیم، از راسپه سرگذشت بارون میون هاوزن بود، روبینزون کروزو بود در اونجا، از حکایات چخوف بود، جک لندن بود و همون آرتور کونان دویل و قصه های شرلوک هولمز، همینگوی بود، موسفید و بحر. همین اثرها در همین رویخط هستند. همین آزمون با بچه ها هم ادیبان رو هم اثرهای آنها رو معرفی میکنند. بچه ها آنهایی که کتاب خوانند زیادتر کتاب میخوانند، آنهایی که شوقشان کمتر بود زیاد میشود و آنهایی که کتاب نمیخوانند آهسته به کتاب خواندن میل میکنند. این اهمیت این نتیجه این آزمون بعد 4-5 سال بعد جمع بست میشه. با آنها که خواندن حتما تکرار میکنند. بله. من راست گپ این رویخط ترتیب اتفاق شما در اتفاق نویسندگان من در دست من است. واقعا رویخطی خیلی مکمل و مفصل هم است و ما نیز کوشش میکنیم که رویخط رو با بینندگان تلویزیون بارسون پیشنهاد کنیم. بعد یعنی که یک نوع گفته که شما گفتید این هم معرفی
ادیبان می شود و هم معرفی اثرهای آنها می شود. یعنی که رویخط خیلی خوب و مفصل و مکمل هم هست. همین اشتراکشون حتما باید که همه این اثرها رو خوانند از نگاه شما. من گمان میکنم که تا صنف 11 تا ختم مکتب میانه باید خوانند. اگر بچه های ما از همین ادیبان و اثرهای آنها آگاه نباشند عیب است. این ادیبان جهانی هستند، در تمام عالم میشناسند. مثلا در مکتب های آلمان بعضی پویست های چنگیز ایتماتوف تعلیم داده می شود، آموزانده می شود به بچه های نیمیز. پس ما اگر از بخصوص همین معلم نخستین و کشتی سفید و از الویدا گلستری اگر آگاه نباشند بچه های ما، پس بچه خواندنشان در کار. یا مثلا قصه هایی که بریس جیتکوف نوشته است، یا همین نیکلای نوسف نوشته است. من اونجا نگاه کنید، نودان خوجب، یا من اینجا یا در همینجا من تومسون انگلیا راسکازی اجواتنی. همین در عالم قریب یگان دولت نیست که همین قصه هایی که وابسته و طرز حیات پرنده و چرنده ها نوشته است. تومسون قریب یگان کشوری نیست که ترجمه نکرده باشد. چقدر عجیب است، چقدر چیزی زیاد می آموزند. پس اگر همین ها رو نخوانند با چرا خواندنشان در کار است؟ انا همین ها رو میخوانند، بعد ما گفته میتوانیم که از ادیبان جهانی آگاه هستند. اینجا 113 ادیب است. اگر از 50 ادیب جهانی آگاه باشند خیلی موفقیت است. در یگان کشور میروند، وقتی صحبت میکنند میتونن بگن که فلان ادیب از کشور شما هست. این روسرخی خودی همون بچه هست، سربلندی ما هست. بعضی شاید که خودی همون صاحب وطن نداند که در کشورش همین ادیب هست. بله. برای من گمان میکنم که بچه ها باید آگاه باشن. این همین دوامی و دیگرها در همین نظامنامه آمده است. البته در نظامنامه نمیتوانند که تمام ادیبان جهان را جای دهند و دیگرها نوشتند و دیگرها همین داخل می شود. البته طوری که خود شما گفتید با اتفاق نویسندگان بسیاری از نفرانی که میخوان که در آزمون شرکت ورزن برای مصلحت میآیند حتما، و اینچنین ما تحت همین روبریک فروغ صبح دانایی قریب هر هفته با نفرانی که علاقه غالب آزمون سال گذشته بودن و نفرانی که امسال میخوان شرکت ورزن پیوسته صحبت ها داریم. یعنی ببینید که گمان میکنم که روحیه مردم تیاری اشتراکشون علاقه باید دیگر باشد، از روی همین پرسیدن و از روی همین سراغ کردن و از روی مصلحت گرفتن. اولین چیزی که من با اشتراکچیان امساله حتی با پدر و مادرشان و آموزگارانشان مخصوص گوشزد کردن میخوام همین است که نترسن و خواطر نشوند. همین این آزمون شکنجه نیست. این یک سوال جواب است. سنجش. اگر که فرزند آنها یا شاگرد آنها در همین آزمون غالب نآمد، خیلی تجربه می آموزد و چشمش گشوده می شود و عادت میکند که در نزد آدمی بیگانه در نزد یک گروهی از خودش کلانسال یا در نزد یک گروهی بسیار سختگیر سخن گوید و پخته می شود. همین از همین سبب یکم همین است که آنها نترسند و خواطر نشوند. دوم واقعا باید پدر و مادر و خودی بچه ها هم باید دارند که چی خیلی کتاب خوان شدن در کار. اگر بچه ها گویند که من هر روز یک کتاب میخوانم و تا دوری چهارم آزمون علیه من خیلی کتاب میخوانم، این خطا است. همین کتاب خواندن هم قاعده مخصوص دارد. از همین قاعده ها آگاه باشن. من شما ثانی‌تر مخصوص از این خصوص گفتگو میکنیم.
و بینید سیوم همین رویخط رو در دستشون داشته باشن. بله. و یک پهلوی دیگر هست، بینید آزمون این فقط گویم همین خواندن و به قبل سنجیدن مهارتی اثر خوانده شده نیست. اینجا بینید در آزمون هم مهارتی سخنوری است، هم طرز درستی قرائت است، هم طرز درست بیان کردن فکر است و هم بینید پیشنهادی چی است؟ تمامی آثار ادبیات خلقی، لطیفه، تیزگویک، افسانه، نقل، روایت، چیستان و غیره. دایره انتخاب برای بچه ها خیلی زیاد است. همین از 4 نامیناسیا هم یکی رو انتخاب کنن و همین اگر ادبیات جهانی باشد همین رویخط، اگر ادبیات معاصر باشد ادبیات معاصر تاجیک باشد باز رویخط دیگر هست و اگر ادبیات کلاسیکی باشد رویخط مکمل در خود نظامنامه هست. برای همه همین نامیناسی‌ها رویخط مکمل از در نظامنامه درج شده است. فقط باید با دقت خوانند و از روی همون دستورالعملی که در اونجا هست عمل کنند. و به خصوص همین در انتخابی در وقت ترتیب در دور 4 هنگامی که ترتیب می‌دهند بچه‌ها رویخط اثرهای مطالعه کردی خود را باید فهمند که هر یک حکایه افسانه ادیب یک کتاب حساب نمی‌یابد. بله، همین مشاهده شد در آزمون سال گذشته، مشاهده شد که حتی یک افسانه یا یک شعری که در یک شوب با صورت‌های رنگی چاپ شده است همون ما بعضا یک کتاب حساب کرده با آزمون پیشنهاد کرده بودن. من دیدم که یک نفر 1200 چند کتاب خوانده است، همون از زمین 150 تاش کتاب‌های من، حالا که من اینقدر کتاب ندارم و دیدم که 60 از چیستان، یک چیستان یک کتاب، یک چیستان نه. اگر وقتی می نویسن، وقتی چی میکنن مثلا نویسن که جورا هاشمی بچه های کوچه ها، نام کتاب است، نام کتاب است، جورا هاشمی چگیلک ها یا جورا هاشمی سایبان، یعنی ادیب و نام کتابش و از همون کتاب بعد آنها شعر میخوانند. یعنی هر یک حکایه یا افسانه رو یک کتاب پیشنهاد نکنند و این غلط است. و همین رویخط هم باید که دور به دور اصلاح شود. مثلا اگر در دور اول خواننده یعنی از روی نفهمی یک افسانه رو یک کتاب نویست، پس باید که اونجا اعضای حکمان هستن، اونجا خوب استادان دارد، باید که مصلحت یعنی که اگر به دور دیگر گذاشتی باید که این رویخط خیلی نباشد، باید که دیگر خیلی باشد. بسیار خوب میشد که در دور 3 هنگامی که قلبیر از آب اندک برداشته می شود، گرفته می شود، همین با مرکزی ولایت یا منطقه ها یا ناحیه ها از ادیبان تاجیکستان، از اتفاق نویسندگان و از استادان دانشگاه ملی، به خصوص آنهایی که در دور 4 آزمون فروغ سپهدانی سال گذشته اشتراک کرده بودند، هم بعضی نماینده ها رو دعوت کنند، حتی اگر همچون مشاهده چی اشتراک کنند بعضی مصلحت ها رو دیدند در دور 3 اونگاه در دور 4 از جانب ولایت ها خطا کمتر روی میدهند. و باقی گم میکنم که ما با همه نفرانی که در آزمون میخوان که شرکت ورزند برای کامیابی آرزو میکنیم. اصلا خودی تلاش و سعی کردن برای همین آزمون خودش یک موفقیت است. در تمام کارها اگر شما خودنمایی کنید عیب است. مثلا شما ببینید در چی کاری خودنمایی کنید، در چی کاری اگر شما در یگان کاری دیگر اندک زیاد حرف زنید زود مردم از شما خودشون رو دور میکنن. یگانه صحبتی که با آدمی کتابخوان میکنید شما به همه آدم اجازت میدید که ساعت خوب گپ زند، یعنی گپ شما حق است. همین خودی اشتراک کردن در همین آزمون خودش بسیار غیرتی کلان است و عبرت بخش است و باعث دستگیری است و شرم داشتن در کار نیست. گمان نمیکنیم که نفری که کتاب نخوانده است و تلاش شرکت در آزمون را کند. یک مشاهده بسیار
جالب است که با اشتراکچیان منبعده ما باید خاطررسانی کنیم که به اعتبار بگیرن. وقتی بچه ها شعر میخوانند بسیار بلند داد میزنند، یعنی داد زده با آواز بلند شعر خواندن این قرائت شعر نیست. ببینند که همین با آهنگ شعر با مضمون شعر بعضا شاید در بعضی آواز رو پس کردن در کار، در بعضی جا اندک آواز باید بلند شود، در بعضی جا نفس کشیدن در کار، در بعضی جا خطاب باشد، در بعضی جا سوال باشد وابسته به همون به مضمون. یعنی همین رو رعایت کنند بچه‌های ما. فرض کردیم همین شعری مشهوری استاد ترسون زاده هستم، بهار آمد ز عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. من بسیار مشاهده میکنم در عرفی نوروز خواننده ها به صحنه برآمده میخوانند با بودی آواز بهار آمد ز عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. بچه ها باید دانند که شاعر خرسند است که بهار آمد، لیکن محزون هم هست که باز یک سال دیگرش بگذشت. این خرسالا میخواهند که کلان سال شوند، مثلا پیران بسیار میخواهند که کودک شوند از نو. از همین سبب وقتی میخوانند یک اندک میان بهار آمد و ز عمرم باز یک سال دیگر بگذشت، یک فاصله باید باشد. یا این خطا، یعنی به قرائت شعر سخت اعتبار دهم. اصلا چی خیلی خواندن شعر هم اگر بچه ها در یگان واسطه تکنیکی تلفن یا مگنتوفون همه نای را، صدای نای را ثبت کرده در یگان خانه در زیر تاثیر صدای نای اگر شعر خوانند خود شعر بناخواست و با آهنگ می‌دراید، درست قرائت می‌شود. این تجربه شده است. اگر شما هم خوانید خطا می‌شود، لیکن با صدای نای خوانید خود شعر بناخواست به آهنگ می‌دراید. دوم، وقتی افسانه می‌خوانند یا افسانه میگویند بچه ها بسیار سراسیمه می‌شود. همین خیلی افسانه میگن که خواب آدم میپره، حالا که باید در وقت افسانه شنیدن آدم باید خواب رود. مثلا میگن که بود نبود یک موش بود یا به دست نبود است یک دهقان بوده است، تیز میگویند. یعنی همین این در همین آزمون باید هنری نطاقی و نقالی و هنری تمام هنرشان رو باید استفاده برند. یعنی 2-3 نفر توانستند که افسانه گفته، افسانه گویند برای حکمان، برای تماشابینان. یعنی باز شاید یگان صحبت دیگر در عرفی دور دوم یا سوم یا چهارم برگزار کنیم و بعض مصلحت ها رو دهیم تا بچه های ما کمتر خطا کنند. هر قدر کمتر خطا میکنن ما خرسند. و اصلا مشاهده و مصلحت های خیلی خوب هم هستن و واقعا چنین هم هست. و البته باور داریم که افرادی که به همین چیز اهمیت خاصه میدن البته این زود رفع شونده است، یعنی این قدر خطای مشکل نیست. همین بعد یک هفته مشق کردن الکی میتوانند که اصلاح شود این خطاها. و اگر شما طول این لحظه ها در صحبت ما بودید البته دایر به آزمونی فروغ سپهر دانایی که سال گذشته برگزار کردید و دایر به خصوصیت های خاصی آزمونی که امسال برگزار می‌گردد معلومات خیلی مفید گرفتید و باور دارم که اون مصلحت‌هایی که شما با بینندگان دادید آنها را نفرانی که در آزمون شرکت ورزیده می‌خوان البته به نوبت می‌گیرند و باور داریم که با نوبت گرفتن این مصلحت‌های شما و با خواندن اثرهایی که اینجا در همین امنیت ادبیات بچگان پیشنهاد شده است آنها با موفقیت نایل هم خواهند شد. اینجا صحبت ما در دایره برگزاری آزمون جمهوری فروغ سپهر دانایی انجام می‌پذیرد و شما روزگار آباد و آسوده و البته باز هم خواندن بیشتر کتاب‌ها را تمنا داریم. سلامت باشید.